استاد قیام‌الدین چخل را همچون بهترین لطیفه‌گو بیشتر میشناسند. شما چی گفتنی هستید؟ با فکرم در سال گوسفند مردهای نزدیک میشن، اویله‌دار میشن که بسیار فربه هستند. من برای همون گفتگان که هر کجا مرد است فربه و لوند دون که هم آخر شده است با گوسفند. همین سال با فکرم جوانای خراب کم اویله‌دار میشن و هم جوانای فربه که روغنشون زیادتر است، با فکرم به مقصد مرامشون میرسن. کودکان من بسیار دوست میدارم. بسیار چیزا رو از همین کودکان بگیرم. مثلا یک سرچه از مکتب میاد و مادرش میگه که مادر جان امروز در مکتب ما یک درس گذاشتیم همین من نفهمیدم. معلم او قدر نغز من فهمیدن نتونست. میگه چی درس گذاشته؟ گفته است که همین روز مادر جان ما در مکتب درس گذاشتیم از فن فیزیک یعنی ترانسفورماتور. همین ترانسفورماتور چی است؟ من حالی هیچ چی نفهمیدم که ترانسفورماتور چی باشد. همین مادرش میگه که بچه همین ترانسفورماتور همین پدرت هست. از جای کارش 220 میگیرد، خانه 120 میارد. معلم درس دادی سوداست در مکتب طلبه‌هاشم میگه که طلبه‌های عزیز، شاگردای عزیز، آدمی که من شما با استاد هستم، شما همه فرزندای من هستید. برای همین من احتیاط کردن در کار. مثلا همراه شما ما یک سیاحت میبریم، مثال ماهای مای وقتی که بهار میشه دشت دمن تماشا میریم و من رفته ایستادم یک راهزن‌ها پیدا میشن. راهزن‌ها پیدا میشوند و یعنی من استادتون گرفتم میبرند. شما شاگردای عزیز چیکار میکنید؟ طلبه ها با یک آواز جواب میدن میگریزیم معلم.